بسیاری جوانان سوال ها، چند سوال است اینجا که سحر میخیزیم احتلامی شدیم، مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان های هستن میگن با عائلت خانه‌داری میکنی، سحر میخیزی شرایطی آب گرم کردن نیست، چیکار کنی؟ تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم، همه شرایط، چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سوید باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت شما طهارت خالی کنین، نمازاتون خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدن. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا که شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پره و با یک بدن گویم تازه تو نماز میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود.